دفاع استقلال رو کوتاه و قشنگ مقدر نوری ضربه او و فوق واکنش رحمتی که توپ رو به زمین مسابقه برمیگردونه و استقلال رو نجات میده. شریفات ممنون شد این توپو به کی فرستاد. یک بار دیگه مقدر بازیکن پرسپولیس رضایی تک به تک و رحمتی توپ رو میگیره. یه بار دیگه موقعیت برای بازیکن پرسپولیس به پشت منطقه جریمه عالی کار میکنن یاران پرسپولیس و توپی که از کنار دروازه بیرون میره. سردرگمی خط دفاع استقلال و حضور نوروزی. ضربه بلند از خوشیار. کریمی مانع به بیرون رفتن توپ میشه. توپ در اختیار زندی قرار میگیره. خود زندی پاس عمقی او موقع برای میدان بودی. ضربه این بازیکن با توی دروازه. گل برای استقلال. یه گل قشنگ از میلاد میدان بودی. استقلال بازم یک برصف جلو میفته. از یه موقعیت نصف و نیمه گل میسازن یاران استقلال و یک برصف جلو میافتن. شروع آقا به بخش آبی ورزشگاه میاد. حمودی یوسفی حمودی یه مکس میده میاره وسط. همچنان حمودی پاس او برای میدان بودی ضربه این بازیکن زندی و توی دروازه گل دوم برای استقلال با ضربه فریدون زندی. بیگمان بهترین بازیکن زمین تا اینجا زندی بوده که در طول فصل بازی‌های زیاد خوبی رو برای استقلال انجام نداده بود. استقلال 2-0 جلو میفته. بازم یوسفی که داره خوب بازی میکنه. این طرف شریفات روی خط آفسایده. حالا برای شریفات نگه میداره توپ رو. یوسفی و توپی که از بالای دروازه بیرون میره. اولادی بالاخره صاحب توپ میشه. فرصت برای یاران پرسپولیس. یرکه بدون توپ مهدوی کیا و این ضربه و واکنش استثنایی رحمتی توپ رو از یه طاق دروازه بیرون میکشه. نوری مهدوی کیا کار قشنگ مهدی مهدوی کیا و این ضربه که بازم رحمتی را به انجام واکنش وادار میکنه. محمد نوری که پاس عمقی خوب موقعیت برای بازیکن پرسپولیس زائد و توی دروازه. گل برای تیم پرسپولیس و حساب کار 2-1 میشه. زائد که بازی رو برای گل زدن انتخاب میکنه. معمولا بازی که 2-1 میشه احتمال 2-2 شدنش هم هست. از راست مهدوی کیا رو به جلو حرکت میکنه. سان میکنه روی دروازه. موقعیت و توی دروازه امان زائد پرسپولیس رو به بازی برمیگردونه. به فاصله 2 دقیقه 2 بار دروازه استقلال باز میشه. یه بازی دراماتیک برای پرویز معصومی که هنوز داره به دقایق گذشته فکر میکنه و پرسپولیسی که در این بازی شکست نمیخوره. زندی و ضربه‌ای که نخواست گیر به بیرون میره. بادامکی میبره به گوشه زمین میخواد کارنر بگیره یا اینکه حرکتی رو انجام بده. همچنان بادامکی سانس او به دروازه فرصت این زمان توی دروازه گل برای پرسپولیس. یه گل استثنایی دیگه حساب کار رو 3-2 میکنه. امان زائد یه کشف بزرگ برای پرسپولیس و حالا پرسپولیس بازی 2-1 باخته رو با 10 نفر 3-2 میبره. یه بازی باور نکردنی شد در این دقایق پایانی. خط دفاع استقلال واقعا پاس بلند برای پرسپولیس موقعیت هست. علیپور میفرسته تو روی دروازه. تو بیرون نرفته کار دنبال میشه. احمدزاده صاحب تو پاس به رضاییان. توپ میخواد پشت محوطه پاسشون جالب نیست. از راه میرسه یه پرسپولیس تو ضربه میده. حالا ریباند دروازه استقلال باز شد. گل برای پرسپولیس. مهدی طارمی بازی 1-0 میکنه. شاید این گل زود هنگام بتونه بازی جذاب‌تر از همیشه رقم بزنه. پرسپولیس 1 استقلال 3. تو اول خیلی خوب گرفت. رحمتی اما انقدر محکم بود که توی ریباند طارمی بیاد و گل بزنه. یه بار دیگه با هم صحنه گل رو می‌بینیم. ضربه محکمی که زد ایراللهی روی تو تاثیر گذاشت. رحمتی و روی تو برگشتی قبل از مدافعان استقلال طارمی زودتر به توپ رسید. خسرو حیدری
صحنه آهسته گل رو از نماهای مختلف داریم می‌بینیم. گرفته به خسرو حیدری، میخواد توپو ارسال بکنه، معمولا خوب میفرسته بلند، کاردار روی دروازه، ضربه سر مدافعان پرسپولیس، توپ دور شد. عادل شیحی یه سر توپ میزنه، خیلی هم خوبی کار انجام میده، یه ارسال بلند روی دروازه، ضربه سری که زده میشه و توپ تو چارچوب نیست. توپ از دست میده اونجا آلیشا، میبرن به سمت راست، بازیکن استقلال موقعیت دارن. خسرو حیدری یه پاس بلند مکانی بیرون میاد، برهانی زمین شارش برهانی میزنه و که خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفته و داور هم کورنر اعلام میکنه. با هم میبینیم صحنه آهسته رو. خسرو حیدری قشنگ دید، خوبم فرستاد، یه کنترل، یه ضربه و به نظر نمیومد کورنر هم باشه. به هر حال کورنر اعلام شد. عادل شیحی یه بازیکن رو جا میذاره، خود شیحی صاحب توپ پس دوم میرم اونجا از پیش روی برداشت بنگر بود، میارن به سمت چپ برای سجاد شهبازاده، کوتاه برهانی میچرخه، پاس میده برای استقلال، فرصت اونجا هست اما خسرو ضربش تو چارچوب نیست. طارمی، علیپور 4 در مقابل 5 هستن، بازیکن استقلال برمیگردن. احمد روی پاش توپو میاره و ضربه‌شو فنی میخواد بزنه، توپش تو چارچوب نبود. لومیان، خسرو حیدری میفرسته، تو بلنده، یه ضربه سر از روی خط بیرون در آوردن، هنوز موقعیت داره استقلال توی اون شلوغی ها ضربه زده میشه اما خبری از گل نیست. ضربه‌ای که جابر انصاری زد. 3-4 تا بازیکن پرسپولیس روی زمینن الان. به هر شکلی بود توپو میخواستن درارن که بالاخره موفق شدن. چه فشاری آوردی لحظه استقلال. با هم مرور میکنیم صحنه آهسته را. فرستاد توپو خسرو حیدری، ضربه سری که مجیدی زد و رضاییان توپ روی خط در آورد. در ادامه طارمی، ماریش توپو دور کرد و بدین شکل زد بلند در زمین استقلال. مجیدی پاسش جالب نبود، میارن به سمت راست، بازیکنی پرسپولیس روی سرعت احمدزاده دارن حساب ویژه‌ای باز میکنن. احمدزاده یه ارسال خطرناکی، یه ضربه سر گل دوم برای پرسپولیس. بازی 2-0 شد و باسم مهدی طارمی گلزنی میکنه. پشت مدافعان استقلال رو هدف گرفته بودن که به گل رسیدن. پرسپولیس 2 استقلال 0. از کادر فنی تیم ملی هم اونا تو ورزشگاه هستن و اکثر اونایی که تو ورزشگاه موبایل به دست دارن فیلم میگیرن. مهدی طارمی و خوشحالی همیشگیش به یاد شهدا و تقدیم گلش به اونها. محسن مسلمان میفرسته بلند برای پرسپولیس، موقعیت هست و دوباره پنالتی گرفته میشه به پرسپولیس. خطایی که روی محسن بنگر صورت بود و کارت زرد برای بازیکن استقلال. محسن بنگر رو گرفته بودن و خطا روی او اعلام شد. رحمتی داره صحبت میکنه. چهار 5 بازیکن استقلال هستن. رحمتی همه رو آروم میکنه تا خودش با آقای ترکی صحبت میکنه اما داور پنالتی رو گرفته. با هم میبینیم صحنه آهسته رو. مسلمان فرستاد بلند پشت مدافعان استقلال، درگیری عمرانزاده و بنگر که خطای حنیف عمرانزاده گرفته شد. جفتشون هم شمالی هم خواستم باید فهم فکر کنم بزنن. ترکی، طارمی میزنه و میگیره رحمتی و تو گل نشده. و رحمتی پنالتی رو گرفت، سریع خوبیشو میفرسته بالا تا یه حمله شکل بگیره. تنهاست اونجا آرش برهانی، سوشا مکانی بیرون میاد و تو جمع میکنه. با هم میبینیم صحنه آهسته رو که بدین شکل مهدی رحمتی میبینیم صحنه آهسته گل دوم پرسپولیس رو که روی ارسال احمدزاده زده شد.
خلاف نیمه اول که مظلومی لبه خط ایستاده بود، در نیمه دوم ساله اومده لبه خط ایستاده، با بازیکن‌ها صحبت میکنه. یه ضربه از راه دور و توپ رحمتی میبرن به سمت چپ. مجیدی، آرش برهانی برای انصاری پشت محوطه که جریمه پرسپولیس، ضربش زمینیه و سوشا مکانی درازکش توپو در اختیار میگیره. پاس خوب خسرو حیدری، استقلال موقعیت داره، یه ضربه قشنگ از راه دور و که اونجا با واکنش دروازه‌بان مکانی همراه بود. قشنگ دید محمدرضا خرسندنیا و ضربه‌اش رو خوب زد. با هم می‌بینیم صحنه آیسته رو از راه دور ضربه‌اش رو زد، پرقدرت با دست مخالف توپو بیرون فرستاد سوشا مکانی. یه پاس فنی اونجا میده، باز هم خود مسلمان استارت میزنه، میفرسته روی دروازه خالیه، یه ضربه سر گل سوم برای پرسپولیس زده میشه و رامین رضاییان دروازه رو باز کرده. اونجا رفته و ضربه سرش رو میزنه و یه خوشگلی به سمت تویست رو انجام میده رامین رضاییان. حمله استقلال، خسرو حیدری با پای راست میفرسته داخل محوطه جریمه، اشتباه سوشا مکانی و گل. یه گل جواب میده جابر انصاری. لیز خورد اونجا سوشا مکانی و مجیدی داره نیمکتش رو جمع و جور میکنه. چه فوتبالی شده شهرآورد 82 ما. 3-1 شد بازی. اینقدر سرعت بازی بالاست که ما خیلی از صحنه‌ها رو آهسته‌شو نتونستیم ببینیم. یه بار دیگه حمله استقلال، جابر انصاری گل دوم نمیشه و سوشا مکانی اونجا دروازه پرسپولیس رو نجات میده. توپو به خوبی کنترل میکنه، اشتباه میکنه دیگه این بار. مگویان، مسلمان 3 در مقابل 3 هستن. بازیکنان استقلال دارن برمیگردن، حنیف جاش خالیه. ضربه آلیشان میبینه که اومده بیرون. رحمتی حالا رو تو برگشتی، چه توپی رو در آوردن بازیکن استقلال و چه واکنشی از مهدی رحمتی. یکی از اون حرکات قبلی است. ممنون از همه دوستانمون. توپی که فرستاده شد دور کرد رحمتی، ضربه سری که زده شد رامین رضاییان تا گل سوم پرسپولیس به ثبت برسه. هنوز گل رو هم ندیده بودیم. بازم روی توپ برگشتی استفاده کردن بازیکن پرسپولیس. توپی که اومد داخل محوطه جریمه، فکر نمی‌کرد اونجوری توپ باید دست بده سوشا و جابر انصاری دروازه رو باز کرد تا بازی 3-1 بشه. استقلال داره حمله میکنه این طرف. سعید شهبازه توپ در اختیار داره، یه ارسال بلند، توپ خیلی بلنده، بازم اونجا تغییر مسیر در توپ ایجاد میکنه تا یه کورنر ایجاد بشه. چهره پروفسور سمیع رو هم میبینید در ورزشگاه حاضر هستن و ایشون هم بازی رو از نزدیک تماشا میکنن. که از نخبگان جراحی مغز و اعصاب که کریمی میزنه و توپی که اونجا از کنار دروازه به بیرون رفت، به سر مدافعان پرسپولیس هم خورد و به کورنر رفت. روخیزه بازیکن پرسپولیس، رضاییان میزنه، خطرناک و قشنگ هم میزنه و توپ راهی کورنر کرد مهدی رحمتی و طارمی هم رفت به سمت گل استقلال. ضربه کورنر رو باید بزنه. توپو میفرسته بلند روی دروازه، یه ضربه سر خطرناک و توپی که از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت. فرشاد احمدزاده داور سود میزنه، ابراهیمی حرکت میکنه، امید ابراهیمی ضربه‌اش رو میزنه، پرقدرت به مدافعان پرسپولیس خورده. مگویان توپ لو بره، میتونه خطرناک هم باشه. یه پاس پشت همه مدافعان استقلال، 2 در مقابل 1 هستن. طارمی حتی میکنه یا پاس میده، طارمی پاس میده، گل سوم نه 4 تا میشه. حالا گل 4 برای پرسپولیس. پاس داد طارمی تا مسلمان استقلال رو 4 تایی بکنه. 4-1. همه رفته بودن جلو و دفاع کاملا ول شده بود. خوشحالیه
پرسپولیس 4 استقلال 1. اونا دارن مقتدرانه به صدر میرن. با هم میبینیم صحنه آهسته رو 3-4 نفری فرار کردن. دفاع جامو گفتم نگویان تو به لو بده کارشون تمومه که همینطوری هم شد. فرامی پاس داد مسلمان، گل زد. شهبازاده دور میزنه اونجا، یه تک میزنه فرشاد احمدزاده با خود سجاد شهبازاده. یه پاس رو بقب، یه ارسال، یه کنترل. فخرالدینی کارشو سخت میکنه، توپشو زدن و حالا داور خطا رو گرفته و پنالتی به سود تیم استقلال اعلام میشه. کمتر از 3 دقیقه هم تا پایان بازی باقی مونده با پنالتی به سود استقلال. لبخند سوشا مکانی به اینکه مثلا چی رو گرفته آقای ترکی، اما به هر حال داور پنالتی رو اعلام کرد. با هم میبینیم صحنه آهسته رو. توپو کنترل کرد اینجا جامود مسلمان و در ادامه داور خطای پنالتی رو اعلام میکنه. ببینیم این طرف سوشا مکانی روی ضربه پنالتی چه کار خواهد کرد. ابراهیمی میخواد پنالتی رو بزنه. ببینیم بازی 4-2 میشه یا نه. امید ابراهیمی حرکت میکنه، ضربه‌شو میزنه و گل برای استقلال. 4-2. اما داور تکرار داده یا نه؟ گل قبول ما میخواد سری بازیکن استقلال برن و دیگه اعتراض نکنند. یه تصویر فرزاد مجیدی رو هم نشون بده، یک از دوربینا قشنگ مشخص میشه داره چیکار میکنه. فرزاد مجیدی ضربه که ابراهیمی زد در خلاف جهت حرکت باز خورسندیا رد میشه. بازیکن پرسپولیس تو در اختیار میگیرن. 3 در مقابل 3 هستن. یه حرکت، یه پاس داخل محوطه جریمه، یه ضربه خطرناک و پس بالای دروازه به بیرون رفت. ضمن که رحمتی هم بازم واکنش نشون داده بود. صحبت کنه شریف جوی هم با ما یار باشه. تمام سوت پایین رو میزنه آقای ترکی. پیروزی 4 بر پرسپولیس مقابل استقلال و رفتن این تیم به صدر رو ادامه رقابت لیگ ما با اوج حساسیت هم در بالای جدول هم در پایین جدول. آقای یوسفی هنوز از این لحظه نه و حالا از این لحظه شروع میشه. بازیکن پرسپولیس مسلمان وحید امیری یک توی قشنگی رو انجام میدن. خود مسلمان استاد روی دروازه و گل. یه گل زود هنگام برای تیم پرسپولیس. یک استقلال 0. سروش رفیعی خودشو میرسه به محوطه جریمه و حساب کار 1-0 میکنه. حرکت عالی از سمت چپ و کاری هم برده میومد. سمت عالی مسلمان خیلی خوب زد ضربه رو سروش رفیعی. اولین گلش برای تیم پرسپولیس شاید مهمترینشون بود. پاس محسن مسلمان به دهانه دروازه و ضربه سروش رفیعی حساب کار رو 1-0 میکنه. چقدر خوشحال سروش. توپ بیاد روی در، یک ضربه سر. چقدر خوب کار کرده و توپی که از بالای دروازه مهدی طارمی به بیرون زد. برانکو رو دیدی سانت وحید امیری و این ضربه سر از طارمی که توپش از بالای دروازه با این اختلاف کم به بیرون رفت. ضربه از محمد انصاری پشت محوطه جریمه توی دروازه چه گل قشنگی زد فرشید اسماعیلی. حساب کار 1-1 مساوی میشه. حالا استقلالی هست که در پوست خودشو نمی گنجن. 1-1 مساوی. این ضربه است که زد جای خالی کمال کامیابی به عنوان هافبک دفاعی
اینجا پشت محوطه یه کنترل سینه و یه ضربه دیدنی به جایی که نتونست کاری بکنه بیرانوند. حساب کار 1-1 مساوی میشه. اولین حمله جدی استقلال به گل تبدیل شد. با تمرکز بازیکن استقلال خود فرشید اسماعیلی به دهانه دروازه و گل دوم قربانی میزنه. استقلال 2 پرسپولیس 1. این بار فرشید اسماعیلی پاس گل داد و چقدر رویایی داره پیش میره اوضاع برای منصوریان. برانکو دیده میشه این ساندویچ که انجام شد. این ضربه سر واسه عالی فرشید اسماعیلی و ضربه تمام کننده قربانی حساب کار رو 2-1 میکنه. پرسپولیس که یکی جلو بود و مسلط به همه چی یه دفعه بازی رو وا داد. رامی به دهانه دروازه و توپی که از کنار دروازه بیرون میزنه. مهدی طارمی میلیمتری فکر کنم رفت بیرون. میگه منو ببین. این توپیست که فرستاد رامین رضا پشت سرش صابون ضربه رو و توپ از کنار دروازه با اختلاف خیلی کم به بیرون رفت. توپشو گرفت سروش رفیعی. طارمی ضربه رو میزنه و رحمتی توپو در اختیار میگیره. کاوه رضایی 1/2 هست. خود کاوه پاس در عرض میندازه. یه موقعیت شده با پای چپ علی قربانی و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. رامین رضایی ضربه رو میزنه. خوبم زد. توش از کنار دروازه به بیرون رفت. با هم نگاه میکنیم ضربه کاتاری که بدین شکل از کنار دروازه به بیرون رفت. رحمتی هم کاری نکرد. بشو گرفتن. نورافکن یه پاس اونگی رو میندازه. کاوه رضایی دو بازیکن در مقابلش هستن و گل سوم کاوه رضایی میزنه. چه پایان خوشی برای نیمه اول استقلال 3 پرسپولیس 1. رامین رضایی رفته داره با بیرانوند دعوا میکنه. میگه چی این توپا رو بلند میندازی تو؟ انصاری در برابرش بود. یه حرکت در عرض عالی زد ضربه‌شو. کاوه رضایی حساب کار 3-1 میکنه. راحت جامون محمد انصاری. بیرانوند هم که 3 ضربه در چارچوب و 3 گل برای تیم استقلال. سروش میبره به سمت چپ. فرشاد احمدزاده ساندویچ انجام میشه روی دروازه. ضربه سر زد مهدی طارمی. فکر کنم به یکی خورد و بعد در اختیار رحمتی قرار گرفت. سروش رفیعی یه پاس در عمق عالی رو میندازه. ضربه رو گرفت مهدی رحمتی. چه پاسی داد سروش فوق‌العاده. و این ضربه است که زد و با پای راست خودش توپو گرفت. مهدی رحمتی خیلی هم خوب گرفت. فرستاده بشه. توپ میاد روی دروازه. ضربه اول بازیکن استقلال میذارن. توپ سرگردان در دهانه دروازه و مهدی رحمتی که توپو میگیره. احمدزاده سانت بلند و روی دروازه. یک ضربه سر تو به تیر دروازه میخوره. ضربه بعدی رو نتونست بزنه طارمی. ضربه سجل حسینی به تیر دروازه برخورد کرد. دوباره طارمی. دوباره داشتن دقیقه 87 گل میزدن در داربی. مهدی طارمی میبره به سمت چپ. سانت بلند روی دروازه. یه ضربه سر دیگه و رحمتی تو راهی کورنر میکنه. این توپش که تیر دروازه برخورد کرد. توپ برگشتی رو طارمی اومد نمایشی بزنه. پرتاب حالا بازی رو نگه میداره. اوه
چه دعوایی اونجا چیکار دارن میکنن سید جلال و مهدی رحمتی. یکی باید بگیره سید جلال، یه کارت زرد برای سید جلال و رحمتی هم کارت خواهد گرفت. پرتاب از وحید امیری، این ضربه سمت توی دروازه، گل دوم میزنه. اوه اوه اوه، فکر کنم زدش مهدی رحمتی. کارت زرد دوم و اخراج میشه مهدی رحمتی. 3-2 میشه حساب کار. الان دیگه دروازه‌بان ندارن، تعویضا رو انجام دادن که ببره تو گل وایسه. چه بازی شده این دقایق پایانی. 3-2 میشه حساب کار. اومد بره توپو برداره، یه شیطنت کرد اونجا. فکر کنم هول هم داد، یه جورایی پادوانی رو توپو در دم دروازه قرار داد. اینجا نگاه کنید، اینجا زد، پیازداغش هم زیاد کرد سید جلال و استقلال 10 نفره میشه. گلر هم نداره، ببینیم کیو میذارن تو گل. تلاش سید مجید حسینی هم ثمری نداشت. سید جلال حسینی بعد انتقامی گرفت از مهدی رحمتی که باش درگیر شده بود. ضربه اول بازیکن استقلال میذارن، سوتو برد سمت دهانش آقای فغانی و سوت پایان بازی، یک بازی دراماتیک پرحادثه و پر از جنجال. مهدی رحمتی هم برگشت اومد وسط زمین. استقلال 3-2 تونست ببره پیسو. سید جلال رفت سمت مهدی رحمتی چون خوشدادیش رفت سمت اون. یکی بعد سید جلال حالا بگیره. طارمی رفته، همه دارن سمت هم دیگه